ایران اسلامی قوی رخ نخواهد داد مگر اینکه مجلس قوی داشته باشه، مگر اینکه دولتی قوی داشته باشه. به قطع و یقین دولت و مجلس قوی نیاز به یک سرمایه اجتماعی داره و اگر ما سرمایه اجتماعی و مردممون رو در آوردگاه‌های مختلف داشته باشیم به اون ایران اسلامی قوی نخواهیم و سرمایه اجتماعی قوی حضور نخبگان رو در محلات، در شهرهای کوچیک، در استان‌ها می‌خواد که بتونن به صورت تخصصی و به صورت علمی و پژوهشی در میدان کار خودشون رو جلو. ایران قوی با رویکرد حل مسئله شد. ما اگر مسائل رو نکنیم و نفهمیم و اون اشراف به حوزه مسائل در اون محلی نداشته باشیم، قطعا مثال به پایی خواهد قطعا مهاجرت نخبگان رو خواهد. شما از هم می‌بینید مهاجرت نخبگان عموماً ذهنمون می‌بینید خوشحالی و خوشحالی کشور چه در نخبه‌هایی که در روستا بودن، در محله بودن، اگر در آنجا می‌ماند چه اتفاقهای مبارکی رقم می‌افتاد، اما اومده در حاشیه کلانشهرها، در حاشیه در پیرامون خلاصه شهرهای بزرگ اونجا خودش اصلا موضعی شده و این ظرفیت به این راحتی در محل‌ها در دست